این مسئله بسیار پیش میاد در رمضان که سهوا یک کس چیز را میخوره. این را باید داشته باشیم که یک چیزی که سهوا انسان میخوره در رمضان سریزی مؤاخذه نیست، روزه خراب نمیشه. خب این متوجه باشیم یکی به طور خطااً چیز خوردن هست و دیگه هم به طور سهوا. در بین سهو و خطا فرق است. یک چیزی که قصدن کس بخوره خب کل ما شما میفهمیم که کفاره سرش لازم میشه. 60 روزه باید روزه بگیره پی در پی، ایش در بینش وقفه نبیاید و یک روزم قضایی 61 روز. و یکی با سهو است، یکی خطا است. خطا آن است که روزه در یادت باشه که روزه دارم. به طور مثال وضو میگیری، در دهن آب انداختی که دهنت اوکش کنی و فکرت نبود کدام قطره رفت، ببین در یادت هست که ما روزه هستم، خطااً یک چیزی رفت، خطااً. در این صورت قضا لازم هست. این روزه را باید نخوری، این روز تا پورا کنی و یک قضایی بس لازم میشه، یک روز بعد از رمضان قضایی بیاری. و اگر سهوان یک کس چیز میخوره، سهوان به این معنی که فراموش کرده، ایت فکرش نیست که ما روزه هستم یا نیستم، چیزی را دید و دهان انداخت خورد کرد، یا آب خورد یا چای خورد یا نان خورد میوه خورد، در این صورت سریزی هم قضایی نیست، مشکل نداره. یک میمانی الله است که بریزی داد، این فراموشی را سرش کی آورده؟ الله آورده. و یک نکته را باید داشته باشیم، فقها میگن یک کس دیدی که سهوان فکرش نیست روزه خورد، یک چیز میخوره، آب میخوره، چای میخوره، نان میخوره، او را بفهمانی خبرش کنی که تو روزه داری یا نه. میگه نفر دیده شوه که توان روزه گرفتن داره یا نداره، جوان هست، برش بگو که بیادر روزه است، ماه مبارک رمضان هست. او متوجه شوه که او ما خو فراموش کرده بودم، دست خدا بگیره. و اگر نفر دیدی که ریش سفید هست، ضعیف هست مثل بابا، میفهمی که این توان روزه را نداره، خوالی از فکرش برآمد روزه داره، خب به فکری خود فراموش کرده یک چیز میخوره، آرام شو بانش که بخوره، بس خود شور ندی. نفر دیده همون تو باید پیش بری.